سلام، شب و روزتون بخیر. دوستان یادتونه چند روز پیش تو همین برنامه از حرفای اون یارو وزیر کشور شیخ گفتیم؟ همون که گفته بود پول کثیف اومده تو سیاست. بعدم یادتونه چه علم شنگه‌ای را افتاد؟ بنده موشکاف گفتم الان وزیر کشور شیخ میره تو کار ماسمالیزیشن و درس گرفتن قضیه. اما یهو دیدیم طرف دوباره یه میکروفون گرفت دستشو همون حرفا رو دوباره زد. هشدار مجدد وزیر کشور: هوشیار نباشیم پول کثیف وارد سیاست می شود. بعد از اینکه چند روز پیش آقای رحمانی فضلی وزیر کشور هشدار داد که احتمال ورود پولهای کثیف، که تعبیر او از پولهای کثیف پولهایی بود که از طریق قاچاق مواد مخدر وارد چرخه اقتصادی کشور میشه، ممکنه که وارد بازی‌های سیاسی و در واقع تبلیغات انتخاباتی که پیش رو هست هم قرار بگیره وارد بشه. حالا مجددا وزیر کشور این هشدار را داده و گفته که باید مراقب این موضوع باشیم. یعنی طرف بی خیال دادقال قبلی دوباره اومده و از پول کثیف تو نظام کثیف ولایت حرف زده. تازه یه چیزهای دیگه هم گفته که دود از کله آدم بلند میشه. موردی هست با 35 سال سن با 5 کلاس سواد ظرف 2 سال در حسابهای مالیش حدود 2000 میلیارد تومان پول چرخیده. ولی تو برج سازی هم رفته، تو پاساژ سازی هم رفته، توی بنگاه معاملاتی هم رفته. همه اینا هم پوشش براش کار قاچاق رو انجام بده. به حوزه واردات و صادرات هم رفته، از طریق تجارت این کار را کرده. و همین آقا شماره حسابهایی رو باز کرده که افرادش اصلا مردن. یاد باید پاسخ بده چرا مسئولین مالی و بانکی کشور گزارش جریان مالی در حسابهایی که افراد مردن بعد حساب باز کرده و یا پولهایی که با این شدت در این حسابها جریان پیدا کرده را گزارش ندادن. ببین ما اگر میخوایم به اقتصاد و رقابت سالم اقتصادی کمک کنیم باید این دریچه ورود پولهای کثیف به اقتصاد رو ببندیم. اینم از استراتژی مرده‌خوری تو نظام ولایت. ریش مرده رو چسبیدن ولکنش هم نیستن. این همون نوک کوه یخ فساده که چند وقت پیش کوسه ازش حرف میزد. بگذاریم آقا بگذاریم. داشتیم از وزیر کشور شیخ میگفتیم و تکرار حرفای قبلیش. رحمانی فضلی با اشاره به اینکه باید مراقب این پولهای کثیف بود تا وارد دنیای سیاست نشن تاکید کرده کسانی که میخوان وارد انتخابات بشن باید شفافیت مالی داشته باشن. همه احزاب و گروه ها باید از شفافیت مالی مطمئنی برخوردار بشن. چه اشکالی دارد ما در انتخابات اعلام کنیم همه نامزدهای انتخاباتی باید از یک حساب پول مصرف بکنن؟ از یک حساب همه پولهای مصرفی باید برود داخل اون حساب و از اون حساب باید هزینه بشود. هر کس میخواد کمک کنه بکنه، معلوم میشه. اگر فردا خواستیم حسابرسی کنیم معلوم میشه. جالب اینجاست که داد و قال نماینده های مجلس وحوش هم ادامه داره. یعنی همه افتادن به جون هم و شروع کردن به جیغ و داد که آی چه پولی کثیف کدومه. 30 نفر از نمایندگان طرح سوالی در همین رابطه از وزیر کشور را کلید زدند که تحویل هیئت رئیسه شده است. در سوال این 30 نماینده آمده است: پولهای مورد ادعا معلول فعالیت حوزه‌ای است که مسئولیت مستقیم جلوگیری از آن متوجه جناب عالی است. آیا به جای رفع علت با معلول دیگران را متهم می‌کنید؟ جناب عالی به بازتاب سخنان خود در رسانه‌های خارجی فکر کرده اید؟ حالا یه سوال موشکافانه همچی جمع جور. آقا این جماعت شیخ مگه ندیدن که سر حرفای قبلی وزیر کشورشون چه جنجالی را افتاد؟ اگه دیدن پس چرا طرف دوباره اومد وسط و همون حرفا رو زد؟ قضیه چیه؟ قضیه اینه که کوسه و شیخ میخوان بگن آقا ما گزک رو گرفتیم و ولکنش هم نیستیم. میخوان اینجوری نفس سپاه و دم و دستگاه باند رقیب و ببرونن. جان
نتیجهش اینه که تیشه به ریشه کل نظام میزنند. ای بابا کدوم ریشه؟ تو این اوضاع حکومت هر کی عمامه خودشو چسبیده که باد نبره. وضع خیلی خرابتر از این حرفاست. بحثای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.